گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 36. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. تاریخ سیاسی. اکادمیک بابا جان غفورov آید به تاریخ سیاسی سوخت سخن کرده می نویسد که در ابتدای عصر هفت موافق خبر سالنامه تاریخی در سوخت سمرقند خاندان محلی حکمران بود که به نیاگان یویجی نسبت داشت و خود را از یوجی ها می دانست. در آن دوره ها به سوخت سمرقند میمورخ، اشتخان و کوشانیه سرحد شرقی واحه بخارا نصف بر این 8 ملک تابع بودند. قریب تمام ملک های وادی زرافشان غیر از قسم غربی آن و اینچنین وادی قشقدریا نصف در زیر تصرف ملکی سوخت سمرقند بود. عملا معلوم نیست که این اتحاد کی به وجود آمده، چی خصوصیت داشت و درجه اطاعت ملک های علاهیده به حکومت مرکزی چگونه بود. به گمان است که هیئت و حدود جغرافی این اتحاد بی تغییر مانده باشد. احتمال در این یا آن دوره موجودیت وی واحه بخارا یا خود قسم زیادی آن را در بر می‌گیرد. این را از چنین خبری مسعودی فهمیدن ممکن است که دیوار اطراف واحه بخارا را در قدیم یکی از پادشاهان سوخت ساخته بوده است. در سکه ها عنوان حاکمان تمام سوخت اشخید ذکر شده است. در برابر پادشاه عمومی سوخت ملیک های محلی هم وجود داشتند. ملیک کش که تابع سمرقند بود اخرید نام عنوان میراثی داشت. یعنی در برابر ملک های کلان ملک های خرد هم بسیار بودند و بعضی آنها سیکه هم ضرب میزد. در مأخذ های خطایی ملک بخارا ان نیومی این چنین بخا نامیده میشد و عنوان ملیک آن چژاو بود. نسب ملیک های بخارا و سمرقند یک بود. با معلومات مأخذ های خطایی آل بخارا از نسل به نسل 20 پشت حکمرانی می کند، یعنی چند اصل حکمرانی کرده است. طبق کتیبه های روی تنگه ها به سوخت شاه اسور نوشته شده است که آنها به عصرهای 4-5 نسبت داشتند. نام شاه ایرانی است و معنایش اسب سوار است. یکی از ملک های مستقل و مهمی سوخت پنجکند بود که آن زمان ملک پنج می گفتند. به هیئت آن در ابتدای عصر 8 غیر از خود پنجکند بالا آبی زرافشان هم داخل می شد. موافق حجت های سوختی کوهموغ ماهیان و معنای ماهتابی پرگار یعنی زمینی بالای کوه فلغر حاضره، کشتوت حاضره، مرتوشکت مسجاه حاضره به آن داخل می شدند. بسیار از دهه های بالا آبی زرافشان تا حال
با نام پیشتره خود به مثل مدن و قم، زراوتک حالا زیرآباد، اسکاتر زمینی بالایی حالا اسکادر، خشیکند حالا خوشکت، ورز بلند ورز منار، کروت فتمیو حالا فتمیو، پخوت پاخوت حاضره، ارتمعوت فلماوت حاضره، شفکت شهر سیاه، شفکت حاضره باقی مانده. وادی یغناب هم به ملک پنجکین داخل می شد. از افتکار دیگر ناحیه های پیتمن بوتمان عصر میانه، یعنی در این مورد ناحیه های کوه های حصار و زرافشان هم به ملک پنجکین تابع بودند. از جمله در حجت های موغ دیهه حاضره انزاب نیز ذکر یافته است. محققان معین نمودند که ملک پنج را عالی محلی اداره می کرد و در چاریک یکم عصر هشت در دوره حمله عرب ها مقام این ملک با راهبری حاکمی آن دیوشتیچ خیلی بالا می رود. برابری ملک های کلان بعضی ملک های خورد در سوخت نفوذ بلند داشتند و حتی تنگه سیکه می زدند. ولایت های سوخت با دیگر ولایت های آسیای میانه رابطه های دیپلماتی داشته هیئت سفارت می فرستادند و از دیگر ولایت ها هیئت سفارت قبول می کردند. در دیوارنگاره افراسیاب آمدن یکی از چنین هیئت های سفارت و مراسمی در سمرقند قبول شدن آنها این انعکاس یافته است. به زبان سغدی در پایان این دیوارنگاره نوشته شده است: وقت شاه ورخمن زاده اونش نزدی وی، یعنی سفیر آمد و سفیر لب کشاد، منم دپیرپتی، دپیرپت سردار دبیران، چغانیان نامم بوکرزاد، از شاهی چغانیان تورانتاش آمدم به سمرقند نزد شاه برای اظهار حرمت و اینک پیش شاه ایستادم با احترام. از بایگانی سغدی موغ معلوم می شود که ملک پنج با بسیار ولایت های آسیای میانه از جمله با چاچ، استرافشان، فرغانه مناسبت دیپلماتی داشت. این چنین درباره علاقه بین المللی سغد نیز حجت های این بایگانی معلومات می دهد. آبیاری خواجگی قشلاق. در این بخش اثری باباجان غفوروف راجع به شبکه‌های آبیاری و خواجگی دهات سوخت معلومات داده می شود. مثلا قید کرده شده است که ولایت سمرقند به درجه آباد و شاداب، به درجه سیردال و درختی پور و فراوان حاصل بود که اولین والیان عرب آن را روضة الامیر المؤمنین یعنی باغ خلیفه نامیده بودند. حفریات باستانشناسی 3 کانال اساسی آبیاری زمین‌های اطراف سمرقند را یافتند که خیلی پیش از اصطلاح عرب‌ها ساخته شده از محلی ورخسر سری در غاد آغاز می‌یافتند. کانال نارپی حدود کوشانیه و شاپورکام واحه بخارا را شاداب می‌نمود. زراعت در سوخت اساساً آبی بود، ولی این معنای آن را ندارد که زراعت للمی نبود. برعکس زمین‌های للمی هم کار فرموده می‌شدند. اقلیم منطقه نرم برای کشتی همه گونه غله موافق بوده. مردم در باغداری و آبچکاری ماهر بودند. حجت‌های قلعه موغ شهادت می‌دهند که در ناحیه زرافشان بالا زراعت اساسی غله و انگور بوده است. در برابر تاکزارها بسیار باغ‌ها هم بودند. در سالنامه‌های تاریخی معلومات زیادی هست که در سوخت سمرقند شراب انگور بسیار بود. خبر داده می شود که در حولی‌های بایها ذخیره‌های زیادی آن سالها نگاه داشته می شد. در پنجکین چرخوشت یافت شد که برای استحصال شراب استفاده می گردد. در حجت‌های سغدی موغ عنوان باغبان ذکر یافته است. از سغد سمرقند شفتالوی می آوردند که اجنبیان را در حیرت می گذاشته است، زیرا هر یک آن مثل تخم مرغابی کلام بود و رنگ آنها طلایی می تافت
و آن را زرشفتالو می نامیدند. در سوخت چارواداری نیز رونق داشته. اسب‌های خوشزادی سمرقند به اسب‌های فرغانه مانند بودند. از جمله سالهای 624 724 726 727 744 750 از سمرقند، بخارا، کش و میمورخ به خیتای برای فروش گله اسب‌های خوشزاد سعودی را برده بودند. گوسفندان سمرقند که دنبه بی‌نهایت کلان داشتند در ممالک گرد و اطراف معلوم بودند. در سوخت کیرمک پروری نیز رونق یافته بود. هنرمندی و تجارت. در بخش مذکور تاجیکان آید به هنرمندی و تجارت سوغدیان معلومات داده می شود. در کوههای سوخت معدن طلا، میس، نوشادیر استخراج می شد. از سمرقند، میمورخ، کش و درباره دیگر مملکت ها چون انعام سنگ های قیمت بها و اشیایی از سنگ های قیمت بها ساخته شده می بردند. هنر آهنگری خصوصا در پنجکند قدیمه رشد یافته بود. آهنگران اسلحه، بیل و تبر و داس و مصالح بیناکاری و دوریدگری، میخ، کشک، تیرگک، حلقه و غیره را استحصال می‌کردند. اشیای آهنین روزگار، کاردهای گوناگون آهنی، سگک آهنی و برنجی تسمه ها، پولکچه های گوناگون، قیچی، کلید، شمدان گوناگونی برنجی و آهنی، جهاز زیب و زینت و غیره را نام بردن ممکن است. زره و جوشن سوغدیان در شرق و غرب معروف بود. سال 718 سوغدیان چون تحفه به خیتای زره آوردند. سلاح سازان خیتای در اساس همین زره سوغدیان زره سازی را یاد گرفتند و دیری نگذشته در لشکر خیتاییان چنین زره ها پیدا شدند. در رسم‌های روی دیوار بسیار اشیای زرگری، طبق‌ها، قدح‌ها، جام‌ها و غیره تصویر شدند. به طفیل حفریات بسیار اشیای زرگری، گوشواره‌های طلایی عالی جنابی، عقیقه سنگی، فیروزه چشمی، مروارید نیگین، انگشترین‌های نیگینشان از سنگ‌های قیمت بها و نیم قیمت بها و شده‌های مختلفی رنگین کمانی رخشان و پرنور یافت شدند که مثل شبنم سحری روی برگ گل پرتو می‌افکندند. در سوخت هنری بافندگی خیلی رواج یافته بود. به این بازیافت‌های باستانشناسی و خبرهای مأخذهای خطی دلیل است. در قلعه موغ قریب 150 نمونه متاع یافت شد. بافت تمام متاعهای پختگین عادی مقرری کتانی بود که برای تیار شدن آنها دستگاه‌های مخصوص را استفاده می‌کردند. یکی از قسم‌های دستگاه بافندگی شانه آن از قلعه موغ یافت شده است. در رسم‌های روی دیواری پنجکند قدیم متاعهای تصویر شدند که نقش آنها از صورت‌های شیر، فیل و پرنده عبارت بوده. گرداگرد آنها را شده مروارید گرفته است. لباس اشخاص صورت‌های افراسیاب هم از گزوارهای پرنقش و نگار دوخته شده است. سوغدیان چرمگری را نغز می‌دانستند. غیر از این هنرهای استخوان تراشی، نجاری و دوریدگری، کلالی و غیره خیلی ترقی کرده بود. رواج هنرمندی باعث رونق هم سودای داخلی و هم سودای خارجی گردید. طبق اخبار مأخذها سوغدیان در تجارت ماهر بوده. تعلیم پسران از 5 سالگی سر شده. اول سواد می آموختند، بعدی به سن بلاغت رسیدن به آنها تجارت را یاد می دادند. جوانان 20 ساله برای تجارت به مملکت‌های خارجه می رفتند. بسیار مالهای سعودی از سنگ‌های قیمت بها و اشیای آن سر کرده تا متاع و گزوارهای جالب به خارج مملکت فروخته می شدند.
سودای خارجی با راه‌های بسیار به مملکت‌های شرق و غرب ساکنان دشت‌های شمال برده می‌شد. رابطه‌های تجارتی آسیای میانه و ویزانتیه که خیلی رونق داشتند به واسطه ایران و قسمی اساسی آن به واسطه کافکاز شمالی انجام می‌یافتند. به سوخت از ویزانتیه شاهی می آوردند و در اینجا از روی نمونه های آن شاهی های عجایب می بافتند و باز به غرب برده می فروختند. طبق راه ابریشمی کافکاز شمالی نه فقط شاهیواری بلکه بسیار دیگر مالها کشانده می شد. در این بابت طبق ویزانتی که از اطراف کنگور یافت شد جالب می باشد. در آن مهر استای ویزانتی و با خط سعودی بخارایی نام شاه بخارا کنده شده است. بسیار مالهای سعودی از سنگهای قیمت بها و اشیای آن سر کرده تا متاع و گزوارهای عجایب به آسیای مرکزی و به خیتای برده فروخته می شد. خلاص حجم سودای بیرونی خیلی کلان بود. در برابر آن سودای داخلی هم رواج می یابد. در این باره خیلی بسیار سیکه زده شدنی تنگه های میسین علل خصوص تنگه های برنجی شهادت می دهد. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 36. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.